مقامات تاجیکستان گفتند که یک گروه 4 نفری از خاک افغانستان به حدود کشور گذشته، یک تن آنها دستگیر شده و 3 نفر دیگر فرار کردند. نیروهای مرزبانی در بیانیه گفت حادثه شب 10 فوریه در دیدبانگاه سرحدی در قد در ناحیه همدانی ولایت ختلان روی داد. جانب تاجیکستان از آنها قاچاقبر مواد مخدر نام برده گفت اول میر ولدی عبدالحکیم 45 ساله از تخار افغانستان بازداشت و از او تقریباً 50 بسته حشیش مصادره شد. به اطلاع همین منبع، اعضای باقی مانده گروه با استفاده از تاریکی شب به طرف افغانستان فرار کردند. تاجیکستان در پیوند به حادثه بر اساس 3 بند قانون جنایی از جمله قاچاق مواد مخدر و غیر قانونی گذشتن از سرحد پرونده باز کرده است. در حال حاضر شرح جانبی افغانستان دسترس نیست. در 2 ماه اخیر بار سوم است که از موردهای عبور غیر قانونی مرز تاجیکستان با افغانستان گزارش می رسد. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ماه ینور گفت 4 عضو یک سازمان تروریستی را در سرحد با افغانستان محو کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان، آنها را قاچاقبران عادی نامید. از آن پیش در نتیجه حمله 3 عضو یک گروه تروریستی در مرز و در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان، 2 مرزبان تاجیک اسمت الله قربانوف و زیرهبان نوروز بیکوف کشته شدند. در ماه دکمبر سال گذشته نیز از خاک افغانستان به ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین و دروازه تاجیکستان 3 حمله صورت گرفته 10 کارگر از چین کشته و زخمی گشتند.